диққат! ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. нусхабардории пурра ё қисман аз мавод ки аз ҷунуби истеҳсолот равона карда шудааст манъ аст. S Production тақдим мекунад. بالاخره آمده. سما را پایین کنه. این قسم نمیشه. شمام در عین وقت تو دوتا را رها کنین. پول پیش ماست. سما را بتن که بیاره. دخترها را بیاره. آیسته آمدن دیگه. خواهر گل شمام در عین زمان دخترها را رها کنین. فامیده شد. ببین ایام دخترها. حال روانش کنه. گل جمال جا باش. خدای ما را نجات بده. خدای لطفا. خدای خودت کمک باش دمدق شده بودی جانم. ما نجات بده. خدای خودت سر ما را هم آهسته. ما را از اینجا نجات بده. از دست یادم های احمق نجات ما بده. این چه قسم سماست؟ بیا. چقدر چاق شده بیادر. یادم خلاص کن. نجات ما بده. آمین. آیا من دستگاه ما فراموش کردم. گل خواهش بکنم. دختر مقبوله بگید. نمانش که جای شما بخواه بگید. شما ما جایتان تکان نخوره. دختره رها کن. توبه من دستگاه ما گرفتم میرم. یعنی در مقابلم یکی را آوردن. او آمد و من میرم. باز چرا امر رفتار میکنی؟ چرا تو میکنی؟ بیبی مرا این قسم چوب ساخته نمیتونی. بیبی رستوران رفتی حساب پرداختی. دستگاه داخل مونده. به خاطر گرفتن که میری وارد و ما پیسه میپردازی. من رها کو دیگه. اینا را از اینجا ببره. گفتم بانم که برام. چه باش. نه خیر خواهد. اگر کسی نزدیک بیاید پیشانیش میزنم. فهمیدین؟ او را میبرن. او دختر خواهد چرا باز مرا میبری؟ دایی خدای من. دست میلاکو درد گرفت. میلاکو دست من. ده موتر بالایشان کنه. با این بود را رفتن خواستان نیست. دایی خدای من دوباره ده موتر بالا میشم. ببینین یک بار دگم فکر نمیکنن. اشتباه میکنه. هوش کنین ما را تعقیب نکنین. فهمیدین؟ چی میکنی بنیامین؟ این حالی طرف سیل کرد مام کتش بای بای کردم. چرا ایستاده هستیم؟ باید موتر را تعقیب کنیم. درست از گل وعده میکنم که نجاتش میتم. دختر راست میگه جمال. حالا بریم اونا را تعقیب کنیم. اگه به یک تار موی خانم نال ضرر برسن نه خودم میبخشم نه و آدما را میبخشم. فهمیده باشین. بله راست میگه. اول دنیا سیاست خود خراب میکنم بعد اینا رو تباه میسازم. به خدا ضرر میکنن. درست است. اما نهال خودش پیش از اونا رفت. گوش کردن چی میگم؟ به نظر من عاشق کدام یکی از وا شده. خدا لغزه به خود گرفتار کنه. حکمت دیوانه چرا گپای لاخ میزنی؟ او دختر بیچاره اولین بار از کثیر شده. چطور بفهمه چی کار کنه دیگه؟ احمق از دیگه گپای ناق میزنه به شرفه. چوب شوین بریم اونا را تعقیب کنیم لطفا. درست است. بیا زو هر جایی که بره اونا رو پیدا میکنه. چطور پیدا میکنیم کن؟ حالا برات میگم. به خاطر که از اول فهمیده بودم پلان احمقانشان ما را به مشکل مواجه میسازه. خواستم که در این عملیات از تکنولوژی هم استفاده کنیم. در بدن صدی خالجی پیاره سجا جا ساختیم و حالی هم هر جایی که برن
ما خو هیچ چیز نفهمیدم. مرا یک بار اختطاف کردین و به ما جزام دادین. بعدا ما به خواست خود میایم و میگم دست کول ما گرفتم میرم. باز شما برای بار دوم چرا مرا گرفتین؟ تو هیچ چوب شدنی نیستی خانم. چوب نمیشم آقای محترم، چوب نمیشم، چون من حق بجانب هستم. این رو میفهمین که من کلوستروفوبی دارم. چرا سرم فشار میاره؟ ببین سامای ساختگی، برش بگو که چوب باشه اگه نمیکشمش. فهمیدین؟ گپ بزن. صدیق؟ من فکر کردم تو سما هست. چی میکنی؟ ها چی است؟ از هیجان زیاد نمیفهمه که چی بگویه. دیوانیم نسازین، هر دویتان چوب شوین. هر چی که میگی درست است. چوب باشه، چوب باش دیگه. هیجانی چی؟ یک دقیقه بیا دیگه. وای نورتن ما باید اینجا بشینم. بلند کن این موتر چقدر کلان است. بشو بپرس. درست است. حاله خب ببین زود باش دیگه، اونا کجاستن؟ دکتر صاحب او چی میگه؟ چی میکنی؟ چی شده؟ تریجی کار نمیته. چطور کار نمیته؟ خب یکم بلندترش بگی. بلند بگی. نه کار نمیته دیگه. تا وقت تریجی نباشه سیستم کار نمیکنه. تکنولوژی تام خودت وارستوره چی شده؟ از دست ما رفت خانم نهال، از دست ما رفت. کوشش میکنم. حالا ترام گفته بودم تریجی تام گفته بودم. کوشش میکنم بنیامین. یک دقیقه تلفن است. نهال خانم بوده میتونه. وای نورتن هر دقیقه به وقت زنگ میزنی. نورتن بود. کان بیبی اونا بسیار آدمای خراب هستن. لطفا خواهر من پیدا کنن. میبینی که مام کوششمو میکنم دیگه. کار از دستم ساخته نیست. کاش اول که برده بودن اونا رو تعقیب میکردیم. حالا خدا میفهمه خواهر من کجا برده. درست است. آرام باش، همه چیز خوب میشه. آرام باش. کار کن دیگه. چی شد؟ کار نمیته؟ فوراً اینجا استاد کن. سرما به درد آورده. کلیمو طرف فراموش کردن. تشکر از اینکه به یادم آوردی خواهر. ای تو چقدر گپ میزنی؟ من از هیجان نمیفهمم که چی کنم. صدیق تو چقدر مقبول شدی؟ تشکر میکنم. راحت با چیزی هست که ما رو نجات بده. چطور؟ بیبی اینجا یک چیزه که بسته کردن ما رو پیدا میکنن. یعنی چی؟ این چی هست؟ نان است. ما میبینم که نان است. پیسه کجاست؟ بیادر مثل که درباره شکم ما فکر کردن به خدا گوش نشدیم. جانم تو حالا گوش نشدی؟ گوش نشدی؟ بگی بخور. بعد خلکلش خراب شده. بیبی نانه بزرگ دانش میته. دعا کن که دادان ما تخته نکنند. ما بسیار گوش نشدیم صدیقا. نه چرا نانه دادان او میته؟ دبایک پیسه بود بجای پیسه نان برآمد. ما هیچ نفهمیدم. درست است. پیسه کجاست؟ ولگه بفهمم. چند لیره بود؟ 64,000. پیسه پیشی کی بود؟ ولگه بفهمم. یک دقیقه آرام بگی دیگه. گوش نشدیم صدیق. از اینا نان بخوایم. احمق. خانم نازدانی مقبول به خواهرت زنگ بزن تلفنم به ما بده. مچم که باز چی میخوایی؟ خواهرم زنگ زدم. دبلنگو بان که ما میشنم. بله خواهر. بله گل جان. او آدم بیچارگه که ما را اختطاف کرده بود نه او تو را میخواه. ما حال تلفن به امیتم درست است جانم. میبوسمت امام خوب است. بله تلفن به وفسقالتان به جمال بود. چی بود؟ اما اینجا هستم. گپایتا گوش میکنم. بچیم تو چقدر احمق هستی. به جای سما برم یک نمونه قدرت روان. بیادر جان ما گفتیم سما پیش ما نیست. تو نفهمیدی. سما گفتم میرفتی. ما به اندازه که از سما میامد برای سما آماده کردیم روان کردیم. سعیس بیادر در موضوع سما گپتا قبول دارم. پیسه کجاست؟ پیسه دبایک است. تو ما را فریب میتی بچیم. دبایک پیسه نیست.
در حقیقت تو احمق هستی. میگم در بایک است. دیگه در کجا بودم اینجا؟ بچه از بایک نان خشک برآمد. تو با این کارت میخوایی برام چی بگویی؟ چرا در بایک نان خشک ماندی؟ توبه من از کجا بفهمم که چرا از بایک نان برآمد؟ سمای ساختگی خوب براتون دادیم. من هر دویشو میخوایم. سما نیست، پیسام نیست. برام سمای ساختگی روان کردی. اما او دخترم مقبول خواهد. گوش چی میگم احمق؟ اگه با یک تار موی خانم نهالم ضرر برسانی دلت از زندگی سیاه میکنم. فهمیدی؟ ای کدام احمق؟ قریه‌دار ماست. با او قریه‌دار سلام بگو. بعد از او بگو که سما و پیسره برام بیاره. تو مربته صدای ما میشنوه؟ گوش چی میگم احمق؟ سما ماما نیست. شما با ما بگوین که شما از کجاستی نه؟ تو از کجاستی؟ ما از خونی هستم. گوش که وطن کی گپ میزنیم. در وطن ما شما یک رسم و رواج است. نه نال خانم ایلاکو او کالا سرخ بگی بیا زو به درد ما نمیخوره. نال خانم با ما روان کو کالا سرخ است شما. گوش کنن آقای محترم، ببینین من اشتباه فهمیدم یا براستی پیسایی که براتون دادم پیشتان نیست؟ فکر ما خراب نسازین احمقا. هر چه که میگم همو تو کنین. سما و پیسره پیدا کرده فوراً بیاری. خدا در غضب خود گرفتارت کنه. وام از خونیه برآمد. ما خون نفهمیدم. پس پیسه کجاست؟ بایک پیسه را کی گرفته؟ به نظر ما بایک برای بار آخر پیش نیازی بودم تو نیست دکتر؟ بله من بایک به شما امانت دادم. چی گپ است ها؟ شما من دوست فکر میکنین؟ من سیاست مدار هستم، بیادر اهل سیاست هستم. تا امروز به کجا دیدین که سیاست مدار و پیسه کسی را خورده باشن؟ ما قسم میخورم که با بایک حتی دستام نزدیم. اگر ما گرفته باشم آتش پرچم آتش بگیره، یعنی کلش بسوزه. ما بهتر از او چیز ندارم که سرش قسم بخورم. بیادر درست است بنیامین. زنگ صبر. آی نورتن است، کشتی ما نورتن. یک دقیقه سیل کنین. این حکمت بسیار چوپ است. تو پیسه را گرفتی و بچه؟ تو به خدایا نیازی چی میگی تو؟ ما چرا پیسه را گرفته باشم ها؟ ما چی بفهمم؟ به نظر من خب بسیار مشکوک معلوم میشی. بیاز قبلا هم 50 قروش دولت خورده بودی، هنوزم پس ناوردیش. یعنی میگی حالا ما دزدستم ها؟ آی بس است به خدا حال زوف میکنم. به خودم هم زوف میکنم. دوستا باید فوراً 65,000 لیره پیدا کنه. باید سمارم پیدا کنیم. سما گم نیست گل. این پلانه به خاطر فریب دادن اونا گرفته بودیم. پس سما کجاست؟ سما در خانه قریه‌دار است. جای سما خو معلوم است بیادر. پیسه را پیدا کنیم که پیسه در کجاست بیادر؟ نیست گم است. در کار خدا شوی بنیامین. تو بیا بیبی که حسابی را پرسان میکنم میانه. حال خانم پیدا کرده میتونه میانه. او تکنولوژی چی میگه دکتر صاحب؟ به خدا تکنولوژی هم میگه که تیرجی کار نمیکنه. پس چرا 2 ساعت است اینجا منتظر هستیم؟ حالا بریم. درست است. دموتر ما تو رانندگی کوگل ما میبینم که تیرجی کار میته یا نه. درست است. پس عجله کن. بریم زود شوین دیگه. بریم بنیامین بیا. آی یام کار نمیته. آه تو که جواب ندی فکر میکنی که من برات زنگ نمیزنم؟ من زد برات زنگ میزنم. بیبی بازم زنگ زد. بنال نورتن تو تا این وقت کجاست یه احمق؟ توبه در قهوه خانه هستم نورتن. در قهوه خانه هستی؟ تو تا حال در قهوه خانه چی میکنی؟ قشتی اینجا قشتی میگیریم. قشتی میگیری؟ نه امروی دوستایم شرط زدم اینجا قشتی گیری میکنیم. توبه کردیم خدایا. تو چرا جیغ میزنی؟ سرم قار نشد دختر. توبه دیگه تلفنت جواب نمیتونم. بفهم نورتن. این چی مانامت احمق؟ تو که جواب ندی من زنگ میزنم. جوابم ندی زنگ میزنم. سعیس نورتن سعیس بیبی امروی دوستایم هستم گیم بازی میکنیم لطفا. در پیش دوستا دانم باز نکنه دیگه. اگه دیگه زنگ بزنی جواب نمیتونم. کار میته. چی شده؟ بیبی سر پایم چای چپشو در گرفتم. زنک قد کو
خوب شد چوب خدا بی صداست. نه تو یک بار بیا بیبی که همراه چی میکنم بنیامین. گل تو چی میکنی؟ چی کنیم جمال؟ برگشتیم دیگه. تو چرا سر گل شیق میزنی؟ چیزی به نام فاصله محترم وجود داره. تو به خدایا فاصله محترم گفتم میره. چرا؟ نه که شما دیگه چیز میگین. درست است این موضوع را بانین. این کار را ببینین. اینترنت کار میداد به اون خاطر استارت کردیم. بله. زود باش. بازم تنه. یکم این طرف و طرف دورش بده شاید کار کنه دکتر صاحب. باز رفت. آمد. آفرین. آمد. باز رفت. این چی رقم اینترنت است؟ تو هم کاملا مثل مایی هستی. یک دفعه میگیری یک دفعه از دست طلا میشه. آمد. نه بله درست است اما تو بگیرش. اما قسم وارد سیستم شده نمیتونم جمال. بچه سر موتر بالا شد چی میشه؟ کلان موتر مثل کشتی پیشوی تستاد ساله بالا شده گه. یک دقیقه اینو بگی گل. عجب یک چیز است باور کن. توبه بالا شد. صحیح بلند بگی. بسیار خوب. ببین آنتن میته؟ نه خیر. یک دقیقه. پیداش کردی؟ کار میته. درست است. خوب است. حاله پیدا میکنم. حاله وارد سیستم میشم. همونجا استاد شو. کار کدیگه. بله وارد سیستم آفرین. خوب است. حاله جایشان مشخص میکنم دوستا. حالا پیداش کن. اوف کانا. حالا شربته کمک شربتی طرف و طرفه. حالا اما قسم خدا شربتم خوب است بنیامین. نگفتم رقص کن گفتم ماشین شربته بیاد. دور بخور کم دور بخور. احمق است. آمد. پیداشم کردی؟ استاد شد. باز رفت. تو از کجا آمدی؟ از قهوه خانه. چرا یازنیت تنها مانده آمدی؟ یازنی چی؟ چند دقیقه پیش در تلفن گپ زدیم گفت من در قهوه خانه هستم. در قهوه خانه؟ من از قهوه خانه برآمده اینجا آمدم. یازنیم در اونجا نبود. تو از چی وقت از اونجا بودی؟ از شام تا باله. میگی یازنیم نبود ها؟ نه من همراه دوستایم گیم بازی میکردم. خوب است حالا برو خواب شو. شب بخیر. شب بخیر. بینوش احمق نمیفهمم که تو باز چی میکنی. تو یک بار بیا بیبی که بروتایت دانه میکنم یا نمیکنم. به خدا که گرفتمش. بگی بنیامین شکستاندمش. خدا جزایت بده بنیامین تو چی کردی؟ بچه ما چی کردیم؟ گفتم بگی خودش نگرفته. ای گناه ما چی از دیگه؟ بنیامین من اینجا خدا به مشکل میگیرم. ما رو چطور میتونم بگیرم؟ گفتی پرتو ما انداختم خودت نگرفتی. چرا خبر کنم لعنتی بنیامین تو؟ خدا دخل به خود گرفتارت یک بار ببینیم که کار میته یا نه. شام بخیر. شام بخیر. خوش آمدین. خوش باشی. زنگ زدم میتونم تلفن خانه کار نمیکنه. کم عاجله. تلفن البته زنگ زدم میتونید. داخل تلفن است. سلام یک زنگ زدم میتونم. البته خانم سما البته بفرمایین. تشکر. کم خصوصی است معذرت میخوایم. البته فهمیدم. اوف ایخو کاملا خراب شده. این شکسته دیگه بدرد نمیخوره. بیبی تو که بیبی هنوزم دست میزنه. کلش به خاطر تو شد. دست من خاک پر کردی. کان پس حالا خواهر ما چه قسم پیدا کنه؟ منتظر خبر اونا میباشیم. صبر خودشان زنگ میزنن. زنگ است. خیرتی باشه. در این وقت دکاندار زنگ زده برم. بچه این پیسه مایستش فرار نداد؟ نه. بله آقا نیازی سما. سما تو هستی؟ چطور کردین؟ با تشویش شدم. هیچ نپرس. بسیار خرابی شده. عملیات ما ناکام ماند سما جان. راستی؟ پس صدیق کجاست ها؟ صدیق پیش اونا مانده.
باورم نمیشه. یعنی زندگیش در خطر است همه قسمت؟ نهال خانمم پیش اونا مانده. خوب نشد. توالت دکان هستی؟ بله تلفن خانه کار نمیکرد گفتم بیایم. فهمیدم به او خاطر آمدی. خب توال خانه برو، دروازه خوب بسته کنی. فهمیدی؟ درست است میرم. بله حسن مستم. سما؟ مستم. خبر شدم که تو مرا میخوایی. پیسا پیشم است. بگو که در کجا بیایم. اونا را رها کو. ما میایم پیشت. درست است. در تپه قریه بیام. در اونجا منتظرت هستم. درست است. در تپه قریه میایم. درست است. فوراً میایم. قرضم چقدر شد؟ قرض چی جانم؟ مهمان ما باشین. تشکر میکنم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بیادر من همیالی به جمال زنگ میزنم و کل چیزا برش میگم. بیادر من همیالی به جمال زنگ میزنم و همه چیزا میگم. تو چی را شنیدی که میخوای بگویی؟ حالا که گپ زدم باز میفهمی. اینا زنگ زدن. حیاتی زنگ زدن. جواب بده. سامان پیشتر از دکان اونا زنگ زده بود. شاید کدام گپ مهم باشه. جواب بده. بله حیاتی. جمال اینجا بسیار گدودی شده. بیادر او دختر که نامش سما است نه به دکان ما آمده بود. همراه کسی گپ زد گفت که پیسه ها رام بگی مرام بگی اما اونا را رها کن. خب حالا سما کجاست؟ خب او همراه کسایی که گپ زد رفت که همراه اونا ببینه در نزدیک دروازه کنه قریه. خوب گوش کن حیاتی. تو حالا قسم اونا رو تعقیب کن که سرت نفهمن. اگه چیز فهمیدی فوراً به من خبر بده. درست است؟ درست است جمال. من برات خبر میتونم حال قطع میکنم. چی شده؟ پیسا را سما گرفته. راست میگی؟ باور کن راست گفتی. من فهمیده بودم پیسه از دست ما رفت. با تو چی احمق؟ بیاز کنه پیسه از دکتر بود. بچه مرا با او چی غرض؟ من گفتم امروز پیسه خانم نهال نجات میداده. تو بکردیم خدایا شما هنوز نفهمیدین که او دختر میخواد چی کنه؟ او دختر خدا فدا میکنه میخواد خدا تسلیم کنه. حالا زود شوین سوار شوین برین دیگه. نیازی درست است. بریم. من در کجا بشینم؟ مقصد یک موتر بشه دیگه. زود باش. توبه. من حال دیگه میرم. درست است؟ کجا میری؟ بسیار کارهای مهم دارم. زیاد سوال نکن. اینا را داخل دکان بند. بگی قلمه بگی گمش نکنی. تو بکردیم چی گپ شده؟ هیچ کس هیچ چیزی برای نمیده. تو خدا چی جور کردی دختر؟ مرا چی شده حسن؟ حال مثل انسان ها شدیم. با تو انسانیت حرام است. چرا؟ گناه من چی است؟ ای که تو همراه نجدت نامزد شده بودی. پیسه پیشت است؟ بگی اینجاست. اونا را از موتر پایین کنی. درست است دیگه. درست است. حالا تو در موتر بالا شو. سما پشتش نگرد صدیق. این کار به خوبی کلگی ما بود. متوجه خود باش. حقت ببخش. سما ما تو رو نجات داداتا نکش احمق. حسن این کارا نکو. بزن احمق.
گفتم بزن. بزن احمق. یوسفان چرا اوسکو؟ آی بچه تو مذاقم نمیفهمی. صدیق تو را چی شد؟ بخیر. تو به خود هستی؟ تو را چی شد؟ شما احمقام را چی کردید؟ بخیر خوب هستی؟ صدیق لطفا جواب بده. مرا میبینی؟ درست است، همه چیز خوب است، همه چیز خوب است. او کدام ستاره است؟ بله ستاره هاست بیبی. مرا میبینی؟ ستاره را میبینم. بله جمال ها. بله امو تو شد. او احمقانه ها را صدیق دستان سرک رها کردن ها. اما او دختر هم پای خود بردن. حیاتی تو میتونی اونا را تعقیب کنی؟ ای را برم بگو. بله میتونم، پیش من موتورسیکل است. درست است از پشتشان حرکت کو، از پیش چشم دور نشن. هر جایی که رفتن به من خبر بدی. درست است جمال، تعقیبشان میکنم. صدیق به هوش هستی؟ مرا میبینی؟ ما چی هستم؟ صدیق لطفا جواب بده. مرا ببینین، گوش کنین، جمال پشتتون میایه، همینجا باشین، جای نرین، فهمیدین؟ ای کی بود دختر؟ ای دیگه از کجا شد؟ بسیار محکم زد. بیبی صدیق مرا میبینی؟ بله 4 طرف ستاره را میبینم. خوب میشی خیر است، تشویش نکن. خوب میشی. بسیار محکم زد. خواهر گوهر خواهر اینا جانم خوب هستی؟ بله خوب هستم اما صدیق خوب نشده؟ بله نه مرا چیزی نشده، اما صدیق خوب نیست. سرشم روی تو پنچه زدن. بچه خوب هستی؟ بخز نهال بیبی باید بریم به شفاخانه، تو باید معاینه شوی. نه من خوب هستم کاملا. خانم نهال شما را چیزی نشده؟ نه با خوب هستم گفتن چیزی نمیشه. کدام جای اگر افگار شده پیش دکتر میبرمت خانم نهال. آقای دکتر راست میگه، باید به شفاخانه بریم، باید دکتر تو را معاینه کنه خانم نهال. بله خواهر لطفا. نه من نمیتونم بعد از مشکلات پیش دکترم برم. من میخوایم خانه برم، گل خانه بریم. درست سعید در صورت من میال شما را خانه میبرم. درست است میال میبرم. صدیق تو خوب هستی؟ بسیار تشکر از اینکه از ما پرسان کردین دوستا. پیش چشمای ستاره چرخک میزنم و خوب هستم. درست است. کان در این صورت تو دخترها و صدیقه گرفته به خانه ببر. ما میریم که آدمای احمق پیدا کنیم. درست است، ما احتیاط کنیم. تو نمیشه، ما باید همراه تو باشم. بله ما همراهت میباشم جمال. گل تو باید خانه بری. جمال راست میگه، باید خانه بری گل. بله گل باید خانه بری. در اون صورت به شما زحمت میشه مرا به خانه برسانین، ما دیگه میریم. تو کجا میری؟ باید بریم سما را نجات بدیم. توبه دخترای قریه خود ما را نجات دادیم. سماخ از قریه ما نیست دیگه. میگن که قصاب زیاد شوه گاو مردار میشه. کلتان دیوانه شده، این گپای بی جای نزنین. حالا بالا شوین دیگه. بریم. نیازی زلفایش وردار زلفایش. حالا برین. حالا به خودت باش. درست از گل تشویش نکن. نیازی حالا. این آمدم. حالا بچه برو. بچه ما را بیخی بد کرد. آفرین دختر، بسیار ما را جور دادی. اگه دفعه دیگه تو کنی میکشمت، فهمیدی؟ یا تو همیال مرا کشتین دیگه، ازم چی میخوایی؟ من دیگه دم اینجا از پیشتان پایان میشم. محترم در چیز است، شما هم چیز نکنین. درست است؟ بعداً باز خود دیدیم. شکر که بخیر گذشت. بریم. شکر که سر کل ما بخیر گذشت. شب همگی بخیر. من چتری امروی خود میبرم، بعد نیره براتون پس میارم. درست است؟ خدا شب بخیر. شبتان خوش. ما هم دیگه باید بریم. شب بخیر کان جان. بریم خواهر جان تو برو، من رای کان گپ میزنم باز میایم. گل جان بیازو وقت شده. حالا بیازو بسیار زیاد خسته شدیم دیگه، وقت گپ بزنین. حالا بیا جانم با صبح هم گپ بزنیم. درست است بانش نهال، همیال با هم گپ میزنیم. پیش از اینکه اختتاف شوم درباره یک موضوع هم رای گپ میزدم، یادت است؟ بیبی گل
اون خبری که در روزنامه نشر شده بود کار من است، فهمیدی؟ آی کان ولی یاد خدا او دختر روزنامه نگار کی برای قریه ما آورد؟ درست است، من آوردمش، اما چی میفهمیدم که تو یک کار میکنه؟ من خب مسئله کار دوستم نیستم. در ضمن اون میخواست مرا متعجب بسازه. درست است که یک کار اشتباه کرده، اما من واقعا خبر نداشتم. دروغ میگی کان. چی؟ چرا دروغ بگویم گل؟ من چی مجبوریت دارم که برای دروغ بگویم؟ من هر چی که بگویم تو دروغ فکر میکنی. چرا بالا این باور نمیکنی؟ درست است وقت گپ بزنین. بیبی گل قسم پایین نشو، بعد از گپ ما بشنو. توبه کردم خدایا، توبه کردم. خیر است کن، او مالکم قار است. خوب دیگه شب گپ بزنین. درست است؟ خداحافظ، من باید برم. شکر که بخیر گذشت. بازم بسیار زیاد تشکر کن. گل آی گل صبر کو خواهر. توبه کردی. حساب کار خدا بده خواهر. با این کارش همه گیرد ما آزرده ساخت. درست است، من نمیخوایم چیزی بگویم. گفتم دیگه وقت گپ بزنیم. امروز بسیار یک روز بد بود گل. هیچ فکرم درست کار نمیکنه. حق با تو است خواهر. خدا میفهمه جمالشان چی کده باشه. اوف گل. چی است خواهر؟ فقط خواستم بفهمم. گل. بله؟ شب بخیر. گفتم تا که امروز گپ نزدیم نرام. در چیز هستم، در باغچه پشت سر زیر درخت چهارمغز استاد هستم. منتظر هستم بیا. درست است میایم. ما زود کده پس میایم گل. درست است؟ خواهر؟ پس میایم. درست است. خواهر شما کجا بودین؟ من تشویش شدم. بدا بیا بدا. آی این بارانه بیبی، تو چرا نرفتی؟ نرفتم دیگه، یعنی نتونستم برم. راستی تو را خود چیزو نشدنی، اما تو نیز دست پایت خود سالم است؟ نه خوب هستم بنیامین، کمی دستم بریده شد، خلاص اون زیاد مهم نیست. من حسابی قطرات خونت از اونا میگرفتم، اما نفر زیاد بود نتونستم چیزو بگویم. به هر صورت بیا که چکر بزنیم، فکرت کم آرام شوم. نه جانم، باران تیز است، میاد دست پای میلرزه، رفتن نمیتونی. درست است، من بیاز از همین خاطر میگم برات خوب است که قدم بزنی، فکرت دیگه میشه. خوب ساختن فکر تو کارم از خودت میفهمی دیگه. زنده باشی، بسیار تشکر از اینکه درباره من فکر میکنی. دختر تو چی گفتم؟ میگه البته درباره تو فکر میکنم، درباره تو که فکر نکنم، درباره کی فکر کنم؟ درباره صدیق فکر کنم. زنده باشی بنیامین، زنده باشی، تمامتون قهرمانای ما هستین. خوش میشدم اگر کلاگیری یک جای نمیساختی. سعی است کلشان قهرمان هستن، اما من بودم که بالایشان امر میکردم و دستور میدادم. نمیخواستم که اینو برات بگویم. با امید دیدار. با امید دیدار. خداحافظ. احتیاط کن. چتری برات بتم؟ نه خیر، زنده باش. فکرت باشه تر نشی. اوه رساهو. خدا جانت نگیره. آی خواهر شکر که بخیر گذشت. اونا همراه شما چی کار داشتن؟ برش گفتی اما تو نیست؟ بله گفتم خواهر. بسیار مشکلات کلان سپری کردیم. شکر که خلاص شد. پایای ما درد گرفته. حالا خلاص نشده خواهر. چرا؟ چی شده؟ به خاطر که مادر کلانم گم است. چی؟ چند ساعت میشه که خانه نامده. من فکر کردم که همراه شما. کجا رفته باشه جان؟ نمیفهمم، اما خدا کنه بازم از خانه فرار نکده باشه. آی نه دیگه. هیچی است. دوست خوبم، به خاطر کل چیز بسیار تشکر. من پس استانبول میرم. فکر نکرده بودم که بین تو گل مشکل خلق میشه، برعکس فکر میکردم کار تو رو آسان میسازم. آفرین رویا. اگه کدام اشتباهی کرده باشم مرا ببخش. به خاطر مهمان نوازیت بسیار تشکر. راستی مهمان گفتم یادم آمد یک مهمان دیگه هم در خانه داری. من وقتی آماده رفتن میشدم سلطان مادر آمده منتظر تو بود. خداحافظ سلطان مادر. تو همینجا منتظر باش.
الو جمال، من حیاتی هستم. گوش کو بیادر، همیالی دختر رو داخل بردن. ها آدرس برات میگم. درست از حیاتی، درست از فامیدام. اونجا بلد هستم، همیاله میاییم. در کجا هستن جمال؟ نزدیک در فاصله 5 دقیقه ما هستن. زود شو بچم، زود شو. 5 دقیقه بسیار وقت است. سر دختر کنم بالا نیارم. لوده ای قسم نگو، دانه تا بخیر باز کو. تو تا این وقت شب در کجا بودی؟ نورتن در قهوه خانه بودم زنکه. در قهوه خانه بودی؟ در قهوه خانه بودی ها؟ کمال خود تا شام در قهوه خانه بود، اما تو اونجا نبودی. زودشو برام بگو تا حال کجا بودی؟ آی نورتن بعد از به خدا منظورتی است که ما برای دروغ میگم جانم؟ کمال چیغ نزن. چی میکنی؟ مردم ها بیدار میکنی؟ دیوانه شدی؟ بان که بیدار شون تو گپ نزن بنیامین. بیا اینجا جان خواهر، بیا. امر کو خواهر. تو حال به خواهرت بگو یازنی در قهوه خانه بود یا نبود؟ یازنیم؟ ها تو چی میکنی بچم؟ دیوانه شدی؟ چی شده کمال؟ چرا تو طرف یکی دیگه میبینی؟ یازنه تو تباه شدی به خدا. زود شو برام بگو در قهوه خانه بود یا نبود؟ من نظر به او جزایشم میتونم. بیا یازنه، من تو را بسیار دوست دارم. بیا دیگه مرا کمر مرا دیگه یک ماچت کنم. صبر کو. چی میکنی؟ دیوانه شدی؟ چی بالاسی؟ نه که تو نوشیدی کمال. صبر کو پیش از اینکه کدام گپ شما تو را در آغوش بگیرم. صبر احمق، چرا در رویم چنگل هستی؟ یازنه صبر کو، در رویت نشان لبس رینا. مرا کمر. درست است. شما با هم چی گفتم میرین؟ از یکی دیگه دور شوین. من حالا برات نشان میتونم بنیامین. بیازو تباه شدم نورتن. بیبی کل روی ملیسید، کل روی ما ترک کرد. بیادرت مچم دیوانه شده. چی بلا آدم احمق. ماره بیبی موضوع تغییر نتی. شما دو نفر بین هم چی گفتم میرین؟ تو تا این وقت شب در کجا بودی؟ نورتن در قریه چند دونه قهوه خانه است؟ تو اول جواب مرا بده بنیامین. تو سوال مرا جواب بده، ما بیازو سوال تو را جواب میتم. من از کجا بفهمم که در قریه چند قهوه خانه است؟ نورتن راستش ما برات کی گفته بودم که در قهوه خانه قریه هستم؟ نگفتم. ما وقتی که وظیفه دار بودم یعنی ماموریت میکردم دوستای زیاد داشتم، شناختم بسیار زیاد است. نورتن پیش ما حضور کردن، گفتن بنیامین بیا امروز ما قهوه بنوش. همونجا یک قهوه خانه بود که همیشه میرفتیم. مرا در قهوه خانه بردن. چی میکردم؟ کمی بازی کردیم، ساتیری کردیم. ما خیر و خلاص. نورتن تمام شد رفت. ها یعنی تو در قهوه خانه مولا بودی اما طرف؟ بله نورتن. از او خاطر نتونستی به زنگای ما جواب بدی. نورتن تو چی گفته میری؟ خوب میفهمی که شوهرت چه قسم آدم است، چه قسم مشکلات بودم. چرا درک نمیکنی؟ مشکلات بودی؟ تو خود گفتی که بازی میکردی. نورتن درست است. مامورم میگم هر کس مصروف کار خود بود. بچم بگو برش مصروف بودم. نمیشد که در وقت موبایل جواب بدم. گنگ شده بودم، نمیفهمیدم که سنگاره کجا بانم. حریفایم بهترین بازیکن‌ها بودن. منتظر بودم که یک کار درست انجام بدم. انجام دادن این کارا در یک وقت بسیار مشکل است. راست میگم. کس اگه بشنوه فکر میکنه که حرفه‌ای هستی. نورتن شوهر تو امروز خودت میفهمی دیگه در هیچ بازی نباختن. تا حالا هیچ وقت نباختی؟ بله. خیلی خوب است. امشب در بیرون خاموشی تا لذت ببری. تو چی گفته میری؟ یعنی امشب نمیتونی در اتاق باشی. نورتن چتیات نگو. اینجا بیا گفتم. من کجا خوشم؟ از خدا نترسی. بازم تانستم خدا نجات بدم. با خدا راست گفتی. اما یاسنا زندگیت مدیون کمال برود است. اگه خواهرمون نشان لبسی ندارویت میدید همراه چوقوی میوه خوری تو را 3 بار پست میکرد. بچم پست کردن خوبان گردن ما این نورتن میبرید جلاد از جلاد. یاسنا او هم خیر است. شکر که رویت ماچ کرده بود. اگه او لبسری نه دارویت میدید کسی نجات دادن نمیتونسته. کمال زود خدا گم که اگه نیست گرمکت میکنم. ابروی تا پایین کو. سرما چشمایت میکشی احمق. شوبا بگی برو. زندگی مرا نجات داده. برو. بیا زود دیگه نجات دادم. چوب. مرا بی بچم رنگ خوب پاک شد نه؟ کمال برود برات پاک شد. آیسته. برو. صدای تنک. آدم کجا خوشم. مرا چی شده؟ زوف کرده بودی. تو را آیسته زدم زوف کردی.
من میخواستم که زیاد لطت کنم اما تالت که زوف کردی. حالا بگو. آی سلطان مادر تو خو مرا دوست داری، چرا مرا زدی؟ او ده سابق بود. حالا زود باش برم بگو تو گناه بزرگم مرتکب شدی. حالا زود باش برم بگو تو به من دروغ گفتی که همراه نهال نامزاد هستی. چرا برم دروغ گفتی ها؟ میبخشی سلطان مادر جان، اما راستش دختره تو دروغ گفتن و من مجبور شدم که قبول کنم. چوب باش چوب. همراه گل و نهال من دیگه وقت گپ خود زدم. حسابی من هنوز با اونا مانده. تو چرا به من دروغ گفتی؟ من چرا به تو دروغ گفتم؟ به خاطر که دخترها گفتن اگه سلطان مادر خبر شوه که همراه گل نامزاد بودی در مقابل دست خشونت کار میگیره. راست گفتن. بله راست گفتن. راست گفتن چون کسی که گلسوم دختر من از اونجا یعنی استانبول گریه داده و اینجا روان کرده. سلطان مادر جان لطفاً بس کنن. صبر کن این مفتید. گفتم اینجا بانمش. تو نترس بگه. صبر کن. چی میکنی؟ ببینم حاله ایرم ایچسبانم زود خوب میشه. آی چه قسم متد تداوی از سلطان مادر کمه، برم یخ بیار. یخ چی میکنی؟ ده سابق یخچال نبوده، یخ نبوده. ما ده پایای اشتکار نان خشک میجویده ما میمانده بسیار فایده میکرد. تو مداخله نکن، تو نمیفهمی. خوب است. حالا تو ای گپا را بان با من ایره بگو که تو چرا به من دروغ گفتی ها؟ گوش کنن. من گل ترک نکردم، گل مرا ترک کرد. من فقط به خاطر او تا خری آمدم. تو گل ترک نکردی؟ راست میگی بچه؟ بله راست میگم. خیلی چرا وقتی که او اینجا آمد او قدر جگرخون بود؟ گل فکر میکنه که به او خیانت کردم، اما تو یک گپ نست اشتباه میکنه. اما من نمیتونم او را قناعت بدم. با او خیانت کردی؟ هرگز سلطان مادر، هرگز. من تو یک کار نمیکنم. ما تو یک آدم نیستم سلطان مادر. من از پشت او تا اینجا آمدم که قناعت بتومش، اما نمیتونم این کارو کنم. من او را بسیار دوست دارم. راست میگی؟ بله راست میگم. مره بیبی خوب طرف چشمایم بیبی و یک بار دیگه بگو. من گله بسیار دوست دارم سلطان مادر. او هم به اندازه ای که تو فکرشم کده نمیتونم. توبه. چی شد؟ تو خراس میگی؟ جمال چرا قدیر کردیم؟ کجاستن حیاتی؟ او خانه روبروی را میبینی؟ ده او خانه رفتن. خیمه داخل میرم. کجا میری؟ میخوای تنها بری؟ قسم نمیشه، ما هم راید میرم. نه ما تنها میرم. نمیشه بچم تنها رفتن نمیتونی. میتونم تشویش نکنی یازی. اگر چیزی شد اشپلاق میکنم فهمیدی؟ شما هم داخل بیاین. توبه از دست تو جمال، توبه کردیم از دست تو. بچه کجا میری؟ خوب شو احمق. فقط گپ میزنیم. تو چقدر یک آدم کلشخو لجباز هستی؟ چرا پشت ما را ایلا نمی کنی؟ بیبی فقط یک چیز ازت پرسان میکنم. تو مادر داری اما تو نیست؟ ها. خوب شاید خواهرم داشته باشی. دارم. حالا ما اگه بگویم چرا به جای سماسه رونا کار نمی کنی دفعتاً به جنگ کردن همراهیم شروع خود کردی. البته. چرا؟ به خاطر که زورت میته. ایره موضوع ناموسی فکر میکنی. خب آیا اونا میفهمن پیسه که تو از اینجا پیدا میکنی خرجشان نمیتی؟ تو میخوایی چی بگویی؟ چیزایی را میگم که واقعیت است. سما
از مادرت، از خواهرت یا از هر زن دیگه چی فرقی داره ها؟ دختر نمیخواد براتون کار کنه. در وقتش چرا داخلی کار شد نمیفهمم. ها، نمیخوایم که بفهمم. اما یک چیزم میفهمم. اوام ایست که سما میخواد یک زندگی عادی داشته باشه و ما هم دیگه را برش کمک میکنیم. او حال دختر گزلکوی است. حال تو مادر داری، خواهر داری و اگر کمی هم انسانیت داشته باشی سما را آزاد میکنیم. ما بدون سر صدا از اینجا میریم. بیبی پیسان پیش تو باشه. من میتونستم همراه پلیس اینجا بیایم یا 5 موتر نفر پشت دروازه بیارم. خب حال دیگه بلیاز مادر جان و خواهرت برادر، این موضوع را دراز نساز. من به آه مردم بسیار اعتقاد دارم. بیا تو آه مردم نگی. سما را آزاد کو که بره. این موضوع هم اینجا بسته شوه. مرا ببینین، از جمال هیچ صدا نیست. به خدا میال میریم داخل نیازی. صبر کو به عقل، حال وقتش نیست. باش ببینیم جمال چی میکنه. آقای قریه‌دار، تو فکر میکنی او میتونه دختر پس بیاره؟ حکمت بچیم، هر وقت تو بخوای حس کده میتونی. حالا چی میشه؟ امتحان گو حس کو لطفاً. حالا دیگه زود باش. حس نمیتونم. حس کده نمیتونم. اون قسمتایم که حس میکرد کاملا فلج شده. فکر میکنم یا از خاطر احساسات است که در مقابل دختر مقبول دارم. حال ترم گفته بودم اما احساستم لوده. باز شروع نکنین، حالا وقتش نیست. ای دوستو دروازه باز شد، ببینین. دختره که مقبول آمدی. بسیار خوش آمدی. بسیار پشت شده بودم. سما دوستا دختر ما نجات میتیم بغل شما میکنین. تو شیر هستی بچه، من خدا شیر هستی. بیا که بغلت کنم. بیا. درست است. بسیار تشکر جمال، با من یک زندگی جدید بخشیدی. بسیار تشکر. درست است. زیاد خوش شدم. انشالله بخیر. درست است سما. حالا بریم. اوی سایکو چی حالا روز رفتی؟ زود باش بیا دیگه. دست نبینه. این کجا گم؟ صبح بخیر. تو تمام شب کجا بودی بچه؟ تمام شب همراه دوستایم بودم پدر. از این خاطر کم ناوقت شد. من میفهمیدم تو چی میکردی. گلم میپالیدی اما تو نیست. او رو خواهرش اختطاف کرده بودن. پدر، من که چیزی گفتم باید به کلگی بگویی. خدا جزایت بهت جلال. تو چه با جلال؟ تو هم بیادر تبدوا نکو. بچیم این قریه از خود پلیس داره، امنیت داره. جنگ کردن همراه دزدا و رازنا به تو مانده. تو رو چی؟ پدر خیلی چی میکردم؟ گل اختطاف کرده بودن. بچه‌م ببین، اگه کم کم گل فراموش کنی خوب میشه. چطور مادر؟ گلی را که در قلبت هست میگم او را فراموش کو. میگم بان که بره دیگه از اینجا. چرا نداره او بچه؟ ندیدی که او عکس در روزنامه چاپ کرده بودن؟ ندیدی در چی وضعیت بودن؟ توبه پدر، کجاش بد است فقط که همراه کدام لباس بعد عکسش چاپ شده باشه. تو دست و پایت طرف مشورک نتی. اگه اعصابم خراب شد باز دست و پایت میده میکنم. باز وقت خودت فهمیدی که گپ چیه. نه جانم، آرام باش. حال موضوع ما حلال نیست. بله، پس میایم سر اصل موضوع. اصل موضوعی است بچیم که او دختر یعنی گل با ما یک عروس خوب شدن نمیتونه. ما ایره فهمیدیم. مادر دیگه چیه؟ پس آدم در زندگی خود مرتکب یک اشتباه میشه. درست است که یک زمان همراه دکتر دندان نامزد بود اما بعدن از هم جدا شدن. یعنی او یک خبر کنه است. ببین خودتا میگی خبر کنه است. این دخترها زود کنه میشن. خواهر او دوباره عروسی کرده و طلاق گرفته. خودش نامزاد شده و جدا شده. حتی اگه همراه تو عروسی هم کنه دیگر از تو هم طلاق میگیره. مادرت راست میگه. ما بکی توضیح داده رو ایستم. ضدیت خاندان مالدارا را کی تانسته بشکنانه که ما بشکنانم. با کلتان اشتی خوب میخوایم. بچه ضدیت مالدارا رو میگه. تو اول ضدیت خدا ببین. توبه فقط که خودش از کدام نسل دیگه است.
نهال دخترم، نهال حالا بخیز دیگه ناوقت شده. حالا بخیز حالا. صبح بخیر دختر مقبولم. تو به طرف ما بیبی. تو آرایش خود پاک نکردی، خواب شدی کل سیاهی چشمت در رویت آمده. آی شب بسیار خسته بودم مادر کلان. شب بدونی که روی ما باشم خواب شدم. قسمم میشه خیلی بعد از یا ما آرایش کرده خواب میشم. خودگه بخیز. های مادر کلان تو به خاطر گفتن همین اینجا آمدی؟ نه ما یک چیز میخواستم بگویم. صبر کمی صبر. حال به یادم میآید. حال به یادم میآید. ما به تو چی میگفتم؟ صبر کو دخترم، صبر کو. حال به یادم آمد. نه ما دیروز روزنامه را دیدم. همه تو مستقیم رفتم به خانه دکتر دندان. کل روز منتظر او بودم تا ناوقت شب بود که آمد احمقه. من همراهش در او وقت گپ زدم. مادر کلان تو چی کردی؟ او بیچاره چی گناه داره؟ همه تو بوده دخترم. کان هیچ گناه نداشته. کان گفت که گل مرا ترک کرده. گفت که او مرا ترک کرده و اینجا آمده. بله گل دخترم نظر به گپای دکتر یک خالی روحی است. نه مادر کلان راستش خالی روحی نه، خلای روحی است. خلای روحی بله. گل کانا بسیار دوست داشت مادر کلان. اصلا تمام زنها هم مترسن، مردم هم مترسن. وقتی کسی را بسیار دوست داشته باشی و به خاطر یک گپ از او جدا شوی فورا میخوای یک عشق دیگه پیدا کنی تا او را در آغوش بگیری. میفهمم دخترم، این کار با مام شده بود. خب بعد از او پدر کلان احمقت فکر کرد که ما عاشق مقصود شدیم دخترم. مقصود کی است؟ دیگه کی باشه دخترم؟ پدر کلان منصور و حیاتی است دخترم. مادر کلان جان تو هم چقدر داستانای شیرین داری. بله او پدر کلان احمقت وقت از اینجا رفت مام از پشتش رفتم و وقت پس به قریه آمدم نمیفهمیدم که چی سرم آمده دخترم. چی زمانایی بود نه خواب میبردیم و نه هم غذا دلم میشد. آسمان و زمین در نظرم یکی شده بود. در مقابلم مقصود برآمد. مام عاشق مقصود شدم و او دل دادم. وقتی دیدم دخترم یک دو فصل که تیر شد فهمیدم که من هیچ عاشق مقصود نیستم. دیدم که عاشق او نیستم. من هنوزم عاشق او پدر کلان خدا نیامرده. مادر کلان گلم دمه تو یک وضعیت است. قصد کان از جمال میگیره. در ضمن ای را میفهمه که کانو را فریب نداده. ببین من باید به گل یک راه راست نشان بتم دختره. من او را از همه که خوبتر درک میکنم. او حاله یک درد سر کلان است. درست نمیفهمه که چی میکنه. فکرش کاملا گد و ود است. ما باید به او کمک کنیم. همه تو نیست دختره؟ خب چی کنیم؟ آمدم که میره به تو بگویم. من دیگه حاله میرم. خداحافظ. توی مادر کلان ما بیبی بله میشنوم گل. جمال با تشویش شدم. چی شد؟ اصلا ما را نجات دادی؟ بله گل نجاتش دادیم. خیلی چرا برم زنگ نزدی؟ من ناوقت شده بود. حالی هم نفهمیدم که بیدار هستی یا خواب زنگ نزدم. خب حال کجاستی؟ در طویله هستم. کار میکنم. میخوایی پیشت بیایم؟ خودت میفهمی گل. خیلی آمدم. تو اینجا بودی گل؟ بله.
گفتم غافلگیریت کنم. ها. چی شده جمال؟ تو را چی شده؟ چیزی نیست گل. کدام گپ است؟ یعنی تو معلوم میشه که از من خفه باشی. گفتم چیزی نیست. جمال اگه مرا کم هم بشناسی میفهمی که تا اصل گپ نفهمم آرام نمیباشم. میفهمم گل، میفهمم. درست است. درست است، در صورت برم بگو. تو هم میفهمی او خبر روزنامه. خب جمال اما برات گفتم درباره او خبر من چیزی نمیفهمیدم. تو نمیفهمیدی اما تو از گل. مشکل این است که از او خبر چیزی میفهمیدی یا نه. مشکلی است که او خبر نشر شده و تمام مردم قریه خبر شده. جمال اگه دیدن ببینن چی فرق میکنه؟ بالاخره کان نامزاد سابقم بود. میفهمی که از او جدا شده. درست است که جدا شده، اما اینجا مردم متفکر نمیکنن. کی فکر نمیکنه؟ یعنی خانواده من. مادر و پدرت. جمال چرا نمیگی که تو از این خاطر ناراحت هستی؟ من همراهشان گپ میزنم، تشویش نکن، او کارا به ما. مطمئن هستی؟ بله، حتی من یالا میرم همراهشان گپ میزنم. راستش گل من برای توصیه نمیکنم، اما اینه جمال تشویش نکن، بیاز مادر و پدرت من دوست دارن. درست است؟ خب فعلا خداحافظ. بگی پدر. دختره زنده باشی دختر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. موضوع کارت چطور کردی بچیم؟ خسرو جان راستش بعد از این من دیگه مامور بودن نمیتونم، چون حوصله‌اش ندارم. میگم چیز کنم، قونیه برم، از قونیه یگان چیز بیارم و اینجا بفروشم. میخوایم تجارت کنم. از قونیه چی میاری بچیم؟ چی میارم؟ یگان چیزای قونیه میارم دیگه، چیزایی که اینجا فروخته شوه و پیسه پیدا کنم. خوب است هر چی میکنی بکو. تو موضوع داماد ما را از قونیه چطور کردی بچیم؟ ها بگو بریم. داماد؟ آی پدر من نمیخوایم که در قونیه عروسی کنم. چپ نانم قاق بود، نوش جانت کاموران. مرا بیبی خنده روان زوچو بریم بگو این قدای ما چی وقت میایم؟ خب خواستمشان شاید بیاین دیگه خسر. خب اما چی وقت؟ همو وقت خسر جان، همراه نورتن که گپ زدین چیز میکنیم، اونا را میخوایم دیگه. درباره چی گپ زدیم همراه نورتن؟ درباره چی گپ زدین؟ درباره چی گپ زدیم؟ خسرو جان راستش ما گفتین نشنوم، با من نگوین، از او خاطر همراه نورتن گپ زدین. توبه. چرا نشنوی؟ ما چی گفتیم بچه‌م ها؟ خسرو جان باور کو بسیار سرم فشار آوردی. سر تو چرا فشار بیارم؟ والا تا که تانستی سرم فشار آوردی، نفهمیدم که چی خوردم، ما رفتم. توبه کردیم خدایا، ما چی گفتیم که سری بچه فشار آمده؟ گفتی یوسف، گفتی درباره کار، گفتی درباره زندگی، گفتی سر بچه بالاخره فشار آوردی. توبه پدر شاید هم میخواست تشناب بره، از او خاطر گفت سرم فشار آمد. توبه کردیم خدایا، دیوانه خود شدم. چی شده؟ نورتن تو کجا گم بودی؟ اتاق جمع میکردم بینیامین. خاک دسترت شوه نورتن، مرم روی خسرم تنها موندی. باز چی شده؟ همیشه درباره قونیه گپ میزنه، سر ما فشار میاره، زیاد سوال میکنه دیگه چی کنه؟ خیره جانم، قسمی که من برات گفتم گپ تیر کده برو. نورتن گپ تیر کردم آخر شلا شد که چی وقت اینجا میان، نفهمیدم که چی بگویم. نورتن پدر تو دیوانه است؟ من خو هیچ نفهمیدم. هم خودش به تو بعضی چیزا گفته که گپ به هیچ کس نگو، هم هر قسم سوال از ما پرسان میکنه و سرم فشار میاره. چی فرق میکنه جانم؟ دفعه دیگه اگر پرسان کرد تو یک طوری خبرش بگو، مثلا بگو هفته آینده میایم. بسیار خوب گفتی. وقت هفته آینده پرسان کنه چی بگویم؟ هفته بعدی. وای با تو نورتن تجار میگی گپ مثل تجارا با فردا و پس فردا بانم؟ ها بله، اما تو کو. بسیار خوب. ما خاجی کارای شما هیچ چیز نفهمیدم. ضرور نیست که بفهمی، پدرم اما تو خواسته، قسم وانمود میکنیم که او گفته اما تو پیش میریم. چی فرق خب درست است، اما تو میکنم. احمقا برات پیام آمد بینوش. شنیدم نورتن توبه مام گوش دارم، خسرم از یک طرف دخترش از دیگه طرف. میگه پیام آمده، میایه دیگه، کار موبایل است. در موبایل خب پیام میایه. برات کی پیام روان کرده؟ یک دقیقه باش ببینم. ها از قونیه پیام آمده. دیدم نورتن، مام دیدم. پیش گوشم چیغ نزن، کرم کردی. توبه
چی نوشته کده؟ بچهای قونیه است، بسیار قلبای پاک دارن. بیبی امیال دربارش گپ میزدیم، برام پیامشان آمد. بسیار بچهای خوب هستن. ها چی نوشته کده؟ نورتن، مردا بین خود یگان راز دارن. خوب نیست که تو هم بفهمیده هر چیز مداخله میکنی. دیوانه هم ساختین. از جمالشون کدام خبری داری؟ او دختر نجات دادن؟ نه، وقتی خبر شدم برات زنگ میزنم. چی نوشته کده؟ چیز خاص نیست، از هر طرف پرسان کرده رفته که چی میکنی و غیره. گپای همیشگی دیگه. خب من برام خدا در دست خسارم بتم که خوب سرم فشار بیاره. فهمیدی؟ رفتم خانواده لوده. رفتم. چوکی چی وقت رفتید؟ تو میخوایی که کدام کار کنی اما پیدایش خواد کدام امیرم بلند نمیکنه. لباسای خودم اینجا انداخته، آدم بی سر و بی پا. دلش جمع است که من برش جمع میکنم. چی هست؟ این سفیده نیست؟ توبه. بچم تو لودستی کدام چیز خونه نوشیدی؟ صبر پیش ازی که با اتاقت بری من تو رو بچم اعلان کو چی میکنی؟ کمال خواهر تو شب لبسیرین روی یازنیته چرا پاک کدی؟ توبه، تو دیده بودیش؟ نه ندیده بودم، اما ای گفه همه تو گفتم و تو اقرار کدی. بیا من همراه تو مزاق کردم، گفتم باش ببینم که واقعا سر یازنیم شک میکنی یا نه. میفهمی روی یازنیم همراه قلم خودکار رنگ پر شده بود. حتما در قهوه خانه وقت همراه دوستای خود بازی میکرد چیز کرده بود، قلم در گوش خود مانده بود، قلمم شور خورده و روش خط پر کرده. مامورا پاک کردم. اگر نه یازنیم یک مرد واقعی است، سر از او اعتماد کن. احمق، من بیازو مزاق کرده بودم. من سر شوهر خود اعتماد دارم. آفرین کمال، تو هم زیاد سر یازنیت اعتماد داری. البته که اعتماد دارم، او بیخی توته شرافت است. کاملا. ها بیادرک مقبولم. او خدا، نزدیکی بیاب شوم به خدا. داماد بچیم، حالا بریم بگو خدای ما از قونیه چه وقت اینجا میاین ها؟ خسرو جان گفتن که هفته آینده میاین. تو خمره تبا کردی، پشت همی سوالا پرسان میکنی. دل ما کفاندی. حالا ما برای چی گفتی؟ چای برامت. حالا چای بته که گلونم خشکی میکنه. نورتن، دخترم داشت پس خانه چای سر گاز ماندیم، اون رو گرفته بیار. درست است مادر. پدر، من نمیخوایم عروسی کنم. من نمیخوایم که به قونیه برم. خب وقتی نمیخوای اونجا بری پس چی میکنی؟ میخوایی که تا آخر عمر در این خانه باشی؟ از خاطر تو یک روز ما عادی تیر نمیشه. میخوایی در این سن قاتل شوم دختر؟ خب بینوش، تو میخوایی مرا فریب بدی ها؟ باید حساب کارایت بپردازی. حالا که در گرفتم با اون جوش دارم خالی کرد. در گرفتم مادر جان، در گرفتم نخواره خدا شمی. نورتن، هدف توی خونه است که او را بکشی، کافی است که او را جزا بدی. به خاطر جزا دادنش اول باید موبایلش بگیری، بعدن جزایش برش تعیین کنی. اموتر است. پدر، بعد از این من هیچ کار نمی کنم که تو جگر خون شوی. هیچ بیادبی نمی کنم.
از من خفه نباش. نشه که امروز من سکته کنم پدر. نه خدا نکنه اینجا خواهر. گزل کویت گپ بین ما باشه. میفهمم زیاد تو را آزار دادیم، اما یعنی از نگاه عدالت من گناهکار نیستم به خدا. پدر تنها گناه من است که گپ قلب من گوش میکنم. همراه وعده میکنم پدر، قسم میخورم به خدا دیگه اشتباه نمیکنم. کاموران خواهر به خدا بخی مثل دخترای فیلم گپ میزنی. درست است دختر، درست است، زیاد گپ نزن. کاموران دخترم، به تو یک چانس دگام میتم. باید متوجه باشی و فکرت بگیری. بعد از این اشتباه و بیادبی نمیخوایم، فهمیدی؟ وعده میکنم پدر، وعده میکنم. فکرت باشه. تو چی کردی دادی؟ خدا جانت نگیره. بینیامین خوب هستی؟ بنال خسر جان، باش ببینم. دستایم خوب مشکل نداره، به نظرم خوب هستم. مرا ببین، دستای شکستگی برآمدگی سوختگی خو نداره. شکستگی؟ نه شکستگی ندارم. بخی استاد سقوط آزاد شده، من رو سقوط میکنم. آی خدا را شکر که آب زیاد داغ نبوده بچه. ها مرا بینوش، حال جانت گرم است نمیفهمی. بیا که بریم داخل. نه دختر، من کم ترسیدم از او، خاطر صدایم کم نازک شد. نورتن آب زیاد داغ نبود، نسوخته. نه خیر جانم، حتما جلدت سوخته است و شکل میشی بینوش. بریم لباسایت تبدیل میکنم. گفترایستی که بریم، اما بیاین مرا از اینجا وردارین. بیا بلند. آفرین. ما کم میگه ایتن خو ضعیف است، مرا چه قسم بلند کن. آف مادر گردنم شخ مونده. ما باشم. صبر کن نورتن، آیسته فشار بده. گردنم کسر کرده. صبر کن. حالا مرا داخل ببرین. بیا زی طرف. حالا گرم است و پسان شاید درد کنه. برو دیگه. حالا برو. بیا. آی. در سواره خودش شبیرکت گلدان ماندن است. تشویش نکن، چیزی نمیشه. کلا چیزا میده کردی. زود باش لباسایت بکش. زیاد خنک خوردی؟ نه هیچ خنک نخوردیم. هیچ. توبه کردیم خدایا. آی توبه. تمام لباسایت بکش. نورتن میبینی که میکشم، خیمه رقص دارم. درست است، چرا جیغ میزنی؟ به خاطر که گفتم میری لباسایت بکش. توبه کردیم خدایا. اینه بند ماند. زود شو. نمیخواه که برای ها خوب دیگه، من میرم برات لباس میارم. همه چیز بیار، زیر پوش بالا پوش، فهمیدی؟ کلش برام بیار. حالا دیگه زود باش. بچه مردم امرای چای چشمای خودم میشوه، اما تو جانت ششتی. کتشای کل جانت ششتی بچه. توبه. پیامای ارسالی خالی است. توبه. امروی بچه خونیایی چی گفته که پاکش کرده؟ نورتن کالای من شو میکشی، زود شو. درست است بینوش، تا 5 دقیقه دیگه میارم لباسایت پیدا میکنم. یازنه؟ تو اینجا چی میکنی بچم؟ بنیامین ماهیگیر شده؟ مزاقای احمقانه شو ببین. درد کرد. خیلی دردم نکنه کمال، درد میکنه. مرا خنده میتی. چیه بس؟ با تشویشت شدم یازنه. چرا با تشویش شدی بچم؟ خواهرم همراه چی کرد؟ دیگه چی کنه بچم؟ یک چای سرم خالی کرد، کل شکمم سوختان. او را نمیگم، موضوعی بخیلی نمیگم. در بیرون بعد رقم استاد شده بود، زیاد عصبانی بود. خدا تبا نساز. سیز بچم سیز. من خدا تبا نمیسازم، اما اگه خواهرت دیگه نسازانیم خوب میشه. بر صورت حالا برو، درست است، برو دیگه. از اینجا گم شو. درست است میرم. تو اینجا چی میکنی برای دیگه بچم؟ شنیدم 5 دقیقه گفتی، شنیدم. چرا استاد است مرا شاباسی میتی یا تماشا میکنی برای دیگه؟ یازنه کلی موتر کار دارم، همراه سوده و مولا میخوایم برام. فقط که خانه خاله است. نه خیر، من خودم کار دارم. هر چیزی که میخوایی برو از خسرم بخوای. حالا دیگه پس از پدرم میخوایم. ببین متوجه خود باش که تبا نشی. بچم برو برای دیگه. چی میکنی؟ خدایا شک رسید. هیچ چیز. پس برو دیگه. توبه بر کدام میرین؟ مرا اینجا یخ زدی را بکش دیگه، زود شو. تو برو. صحت امان باشه. حالا گم شو. کلتون دیوانه هستین، باور کن خانوادگی دیوانه هستین. او دانم خوش شد گفته. نه بگی. بته. این خوشم نمیاد، چرا این رنگ آوردی؟ درست است.
کلش آوردی؟ خوب کردی. دیگه جیبتم خالی کردم، بانک وسایلت برات باتم. اینام در جیبت بود. اصلا و کلایم کجاست نورتن؟ او چی است؟ مزاق کردم زنک پلیس ها تو میگن درست اصلا برو. چیز نگفته. عجب آدم استی بگم. دودو جان، هر قدر که میبینم اصابم خرابتر میشه. هیچ پرسان نکو جانم، فکر مام گدوت شده. او طرف بندازش که دیگه نبینمش. درست است، پس موضوع رو تأخیر میتیم، دوباره یک چیز دیگه میگیم. دودو، شربت جور کنیم؟ شربت؟ با خدا خوب میشه که جور کنیم. هلال اینا کجاست؟ نه یک بار اینجا بیاین. بله پدر. ها پدر. بچین برین کم گندم بیارین، میخوایم براتان شربت جور کنم. بیارین، پدرتان براتان شربت آماده میکنه. های شربت سال نوا میای زیاد می نوشیم. سلام. این آمد. یه میکم مانده بود یا اومد. چطور هستین؟ خوش اومدی دخترم. خب دیگه من میرم. دقیقه خانه یکم کار دارم. برو. چند رقمی بودین با هم گپ میزدیم؟ نه دیگه من یکم کار دارم، باید برم. بیازه تو رم در روزنامه میبینیم دخترم. خداحافظ. روز بخیر. شما او خبر جدی گرفتین؟ مگم میشه که جدی نگیریم دخترم؟ بالاخره خبر دروغ خونیست. نامزادت بوده دیگه. درست است، اما چی اهمیت داره؟ چطور یعنی؟ اهمیت نداره؟ نه خیر، بی اهمیت خونیست، اما بالاخره اون یک موضوع گذشته است. حالا کدام اهمیت نداره دیگه. بیبی هنوزم میگه که چی اهمیتی داره. بیبی دخترم، ما اینجا قوم دارم، همسایه دارم. اینجا ایتو چیزا رو مردم خوش ندارن. هم ما با مشکل مواجه میشیم، هم خودت. ای چی ما رو میته؟ امو ما رو میته. خوش آمدی گل خواهر. خوش باشی جانم. پدرم کجاست؟ قهوه خانه رفت. شربت آماده میکردیم. برش یک کار پیش آمد، به او خاطر رفت. ما به گل خواهرم یک قهوه آماده کنم. نه قهوه آماده نکو. درست است، چای آماده کنم. امروز صبح با پدر چای آماده کردم، تمام شد. قهوه هم نداریم. حالا بیاز یک عالم کار دارین. حالا دیگه برو جای بالا رو جمع کن. حالا دیگه دختر اینجا استاد نشین. حالا برین کارایتون انجام بتین. زود باشین. روزتون هم بخیر دخترم، مانده نباشی. اینا را دفعتن چی شده؟ گل خواهر چی شده؟ کدام مشکل است؟ بله جانم است. فکر میکنم اینو به خاطر او خبر در مقابلم جبهه گرفتن. اونها میگیره تو به این روزا عادت میکنی. در حقیقت برام بگو که جمال بیادرمام در مقابل جبهه گرفته یا نه؟ نه او زیاد چیز نگفت. ها پس کارت آسان است. وقتی که جمال بیادرم همراهیت است پس هیچ نترس. هرچی نباشه شما یک دیگه‌تون دوست دارین، دیگه راه اهمیت نداره. تو چقدر شیرین هستی. بیا. هلال چه شده دختر؟ میایم مادر میایم. خداحافظ گل خواهر. درست است. اوی آفرین دختر خوبم. اسما ها جانم. ما قهوه خانه میرم. خوب است جانم. حالا دیگه خداحافظ. رفتم پدر بله. کجا میری؟ قهوه خانه میرم. ها چی میگفتم؟ ها راستی بسیار وقت میشه که این موتر روشن نکردیم. گفتم کلیش برام بده که با مولا برام جور شد. بگی آهسته رانندگی کنی. خب درست میرم. حالا بیبی دروازه شد درست بسته کن. خب دلت جمع باشه بستش میگم. روز بخیر. روز بخیر. تو کجا بودی احمق؟ تو را چی بچیم؟ راستی همو کلیگه که بتی حالا دیگه زود شو. نه نمیتم. دلیل؟ تو زیاد دور میری بچیم. زیاد دور میری نمیتم. یعنی چی که زیاد دور میرم لوده؟ در نوبتم هر جا که خواستم میرم. با تو چی؟ این قسم نمیشه بچیم. در وقت تقسیمم هیچ نفهمیدم که فاصله را که طی میکنه او را مشخص میکنیم. میگفتی دوستم، میگفتی حکمت. تو اولی گفت گفتی؟ حال نوبت صدیق است.
این قسم خلگری نکو دوسته. البته جانم. حکمت بنوبتی نکو دوستم کلیارا با صدیق بته زود باش بته. مرا درست است بگی. آفرین. این پاکت ها چی است؟ ها بچه اینا چی است؟ تو کجا میری ها؟ ها اونا چی است؟ من در موتر بالا میشم. او هر جای ما رو برد اونجا میرم. درست است؟ با تو چی بچیم؟ توبه توبه. قهوه خانه به شما امانت است. درست است؟ خداحافظ. خداحافظ. احتیاط کنی. وقتتان خوش. گوش کن حکمت، تو چرا پرسیده میری دوستم؟ نوبت صدیق نیست. دلش که خانه رفت، دلش که چکر رفت. تو در کارایش مداخله نکو جانم. راست میگه بچه. من به خاطر حق مردم کار میکنم کاکا عثمان. بچه مرا سل کو اگه تو واقعا کارت شروع کردی اول 50 قروشی که از حق مردم خوردی او را پس بده. خنده نکنید دیگه. او فراموشم شده بود. خوب شد که به یادم آوردی. نه بگی. گوش نه. مرا سل کو بچه. ای امو 50 قروش نیست که قرض کرده بودی؟ نه نیست. او هنوز نبر آمده. ای 50 قروش دیگه است. بگی حسابت تمام کو دانتام بسته کو دیگه. شما چرا خنده میکنید ها؟ ما میرم که چای بخورم. خنده نکنید میوانا. مادر کلان جان جانم، تو درباره چی فکر میکنی؟ من باید موضوع گلسوم حل کنم دخترم. حتما باید حل کنم. مادر کلان جان تو در قصهش نشو، گل خودش موضوع خود حل میکنه. نه من باید حلش کنم. من باید حلش کنم. خوش آمدی. خوش نامدیم کن. به حل کردن موضوعی که بین ما نیمه مانده بود آمدیم. کدوم موضوعی که نیمه مانده بود گل؟ در حقیقت چیز نیمه نمانده، چون به خاطر که تمام چیز بین ما تمام بود چیز نیمه نمانده. اما حالا میخوایم کیره در ذهنت جای بتی. بیبی بازم عصبانی شدی آمدی میخوایی که سرم خالی کنی اما قلب من مشکنانی. حالا به حالت نرمال برگردن. بیازو نرمال هستم کان. این وضعیت نرمالم است. فهمیدی؟ بله درست است. یک وقت تو را دوست داشتم اما نمیفهمم در زندگیم یک چیز شد. نمیفهمم تقدیر بگویم چانس بگویم. من از تو دل سرد شدم، از تو بسیار دور شدم. فهمیدی؟ به خاطر شروع کردن یک زندگی جدید اینجا آمدم و بسیار خوش هستم. حالا من جمال دوست دارم و اجازه نمیتم که تو خوشیای ما را از بین ببری کن. بله تمام شد. بین ما هر چیزی که بود تمام شد. فهمیدی؟ ایره نپرسیدم. گپای تمام شد؟ تو چقدر یک آدم راحت هستی. تمام شد کن. نه نمیفهمم اما تو نمیفهمی. تو یک حالت خراب از سپری میکنی. حالت خراب؟ بیا تو همیشه زندگیم خراب میشه. همون تو نیست؟ تو همیشه حق به جانب هستی. به لحاظ خدایی دیگه از کجا شد؟ به خاطر تو است. به خاطر تو میشه. آدم درست، آدم مکمل، یک کسی که هیچ وقت اشتباه نمیکنه، راست کار. اما دیگه نه، مرا فراموش کن. تمام شد. فهمیدی؟ تمام شد. بین ما هر چیزی که بود. بس دیگه گل. بس کاسه صبر ما از خود حد اندازه داره. بس کو. به خاطر که تو نرنجیده ای خریه من همیشه گپای ناخو بهوده مردم نشونیده میگیرم که باش به گل کدام مشکل پیش نشه. تو با جمال بودن نمیتونی چون من تو رو میشناسم. تو رو دوست داشتن نمیتونی. تو 3 ماه میشه که او بچه رو مریض روحی ساختی. تو چقدر حس قوی داری. تعجب کردم. حس خود چیزی نیست. من تو رو میشناسم. 6 سال میشه. او بچه چقدر وقت میشه که تو رو میشناسه؟ تو جنجالی ترین زن این دنیا هستی گل. از جنجالی ترین زن که بیشتر جنجالی هستی. حاله به خاطر که خوش باشی به او بچه روی خوش نشان داده بازی میکنی اما یک روزی چهره اصلی تا نشان میتی. او وقت همو بچه رو تبا میسازی همین قریه رو از بین میبری. پس قسمت. پس خوب بیبی. بسیار خوب میبینم. برو جمال دوست داشته باش. برو جمال اونجاست. ما اینجا هستم اما یک روز از این دروازه داخل میشی. او وقت میگی کان تو حق به جانب بودی معذرت میخوایم. او وقت دیگه کان در مقابلت نیست. نمیخوایم هم که باشی.
از اینجا برای. تو چی میگی ها؟ از اینجا برای. از اینجا برو. گم شو. نمیفهمی؟ برای. Get out. اگه نفهمیدی به آلمانی بگویم Aussteigen یا اگه میخوایی به فرانسویان بگویم Hallo so mademoiselle alle یا اگه میخوایی به ژاپنیان بگویم تکی تاسو یا به زبانی که تو بهتر میفهمی گپ بزنم هلا یالا یالا یالا. تو خوب هستی کار؟ خیر نیستم واضح است چون بار اول است که این قسم رفتار میکنی. بله به خاطر که من حال دیوانه شدم. مرا دیوانه ساختی. حالا برو جمال دوست داره. جمال حالا برو جمال دوست داره باش که چی میشه. حالا برو. انسان عجیبی است. من هر قدر میگم خانم محترم خوش باشه، هر قدر میگم که این رنجا نشکنه، هر قدر میخوای به زندگی ما برگرده، ببینی چی میکنه. ایره ببین به خدا که از حد خود گذاشته. بس است دیگه بس است. بیکار هستی؟ تقریبا. میشه چند دقیقه بعد گپ بزنیم؟ بله منتظر هستم. اگه آماده استی با چکر بریم. فراموش نکن وعده کرده بودیم. جواب داد. امروز کم کار دارم معذرت میخوایم. ببینم. آی دختر تو اینجا چی میکنی؟ دقیقا تو چی میکنی؟ بته تلفنم بته. با کی پیام روان میکنی بنیامین؟ با دوستایم پیام روان میکنم نورتن تلفنم بته. درست است پس پیامت میخوانم. چرا میخونی زنکم؟ موضوع شخصی است تلفنم بته. این موضوع شخصی بته گفتم. نمیتم. بته زنکا دا پایم بود نه چپلک است بته گفتم. نمیتم. نورتن صبر کن. نورتن نمیتم. نورتن چی میکنی؟ گفتم نمیتم. نورتن تو چی میکنی؟ چی میکنم دیگه؟ میخوایم از پیش تو فرار کنم. نورتن گیرت کردم بیا دیگه. اینا بسیاله. توبه کده خدایا. چرا در موضوعات شخصی مداخله میکنی نورتن؟ توبه اگه ببینم چی میشه؟ ببین تلفن خودت در اینجا باز بیا تلفن دیگرا را بگی. ببین من بعد از این تلفن من در اینجا میمانم. بیا بگینه. بس است دیگه. شما چی میکنید؟ بعد از بسیار بعد از صدایتان تمام قریه را گرفته. کلان زن هستی این وضعیت خودت ببین. شما دو نفر نمیشربین کلان آدم در باغچه گیرکان بازی میکنین ها؟ بس است دیگه. حالا برین. درست است مادر نمیریم. بسیار بد است. معذرت میخوایم مادر عصبانی ساختی. خدا جزای بدم. کم بود که با چاقو زخمی کنی. چی شده گل؟ نمیگم که خانواده همراه ما بد رفتار کرد. چرا که گناه اونا نیست. تو یک دیوار ساختن که بیخی حیران ماندیم. فکر میکنم مشکل بسیار بزرگی ایجاد شده. اما من برات گفته بودم نموتا نیست؟ جمال تو مرا دوست داری؟ دیگه چقدر دی باره گپ بزنیم؟ نه خیر یعنی اگه نگویم درست است اما من تو را واقعا زیاد دوست دارم. مثل هر کس دیگر نی. ایره بفهم درست است؟ درست است. از گفتنی چرا به شرمم گل. ما هم تو را دوست دارم.
بسیار زیاد. گل، در محبت زیاد و کم نیست. با دوست داشتن تمام میشه و اگر دوستم نداشته باشی بازم تمام میشه. اما من میخوای میره بگویم من هر چیزی که میگم میشه. یعنی قبلا برات نگفته بودم که رابطه تو با کان همیشه در مقابل ما خاتمت ها؟ گفتی پس چی دیگه؟ ها چی دیگه نداره. اینجا گزلکوی است. هر جای از خود رسم و رواج و عنعنات داره جانم. مجبور هستیم با اونا بسازیم. ها اگه قبول نداری باز کته تو مشکلات که روبرو شدی عصبانی نشو. ها جمال سعید گپای درست است. من تو را دوست دارم، تو هم مرا دوست داری. اگه دنیا در مقابل ما بیایه چی خود شد؟ ها تو میگی که من همراهیت هر نوع مشکلات تحمل میکنم. او وقت مام تا ابد همراهیت هستم. ایره هیچ وقت فراموش نکن. واقعا گپ حال از دانم برآمد. برگشت نداره. حالا پس بیا که بریم. کجا؟ بکار و خود یک جنت بسازیم. نهال خانم خدا کنه زیاد منتظر نمانده باشی. نه جانم بیاد مام کار نداشتم. مام زیاد کار ندارم. در این صورت میتونیم هم دیگر ببینیم و کم با هم گپ بزنیم و دیگه از دیشب تا بالا زیاد با تشویشتان هستم. درست است. پس من 10 دقیقه بعد اونجا میایم. درست است؟ درست است نیازی. نهال همراه نیازی گپ میزنی؟ آیه مادر کلانم. بله مادر کلان. او چرا به تو زنگ میزنه؟ در حقیقت میخواسته به شما زنگ بزنه اما اشتباهاً به من زنگ زدم و همو تو همراهش اول فرسی کردم مادر کلان جون. خوب است. بیازو ما میخواستم برش زنگ بزنم تلفن نبته که من گپ بزنم. ما به مادر کلانم میتونم پدر کلان جون. بگی مادر کلان. نیازی بگو چی کار داری؟ بگو دیگه بگو. چی کنم دیگه؟ در قریه داری یک گلم کاربار از وقت ندارم سلطان دختر. حالا تو اونا را یک طرف بان. ببین که چی میگمد. حسنو امروز به قهوه خانه آمد. نه. یوسف؟ نه. وقتی که حسنو آمد فوراً برام خبر بده. فهمیدی که چی گفتم؟ تو کاکا حسنو را چی میکنی؟ با تو چی احمق؟ من هر چیزی که میگم اما تو کو برام خبر بده. خب فهمیدم. درست است. تو تلفن به خانم نهال بده که امروز گپ بزنم. خوب است. بگی دختره. پدر کلان جان. خواهش میکنم تو نگوی نهال خانم. خب قسمه که خودت شنیدی من امروز نمیتونم اونجا بیایم. شنیدم. روز بخیر پدر کلان جان. زنده باشی. تو چرا امروز تو در خانه شیشتی؟ کجا برو مادر کلان؟ با جایی که هر وقت میری همونجا برو. بیازو گلسوم و سودام خانه نیست. تو هم مثل که امروز ماتم صدیقه گرفتی. چی؟ چرا صدیق؟ ای مادر کلان درست است. میرم گپای بسیار جالب است. توبه خوبش است ها؟ پیام آمد. شنیدم نورتن. احساسم کردم بیازو تلفنم در لرزه بود. درست است. بیبی پیام کی است؟ توبه چه باش نورتن. چه قوسه خالصی. اگر فوراً بیایی رفتم میتونم کارم امروز نشد. پیام کی است؟ توبه یک دقیقه نورتن. یک بار بخونم.
از شرکت مخابراتی آمده. صبر بخونم که راحت شوی. بخون چی گفته؟ گفته که اگر فوراً بیایی 55% تخفیف داره. اما تو یک چیز گفته. فوراً. خب ما رفتم. کجا میری؟ با شرکت مخابراتی. قهوه تا بخور باز برو. تو به خدایا میگه فوراً بیا نورتن. اگر نرم 55% تخفیف نیست. فوراً باید برم که تخفیف بگیرم. خب روز بخیر. روز بخیر بچه. روز بخیر. گوش کو که چی میگم دخترم. تو زیاد گناهی بیچاره را به گردن میگیری. بی بچه بیچاره هر طرف دویده میره. فهمیدی؟ های کمال لطفا حالا برای دگه. نه ما تو نمیبرایم. چت یاد نگو کمال. تو یک بار برای بیبی قدم بزن که دگرها چه قسم همراهیت رفتار میکنن. نه والا اگه برای میرقم. کمال بیبی واقعا که چتیات میگی. دگرها برات احترام میکنن. مقبول میشی. سرم اعتماد کو. اینجا چقدر جای مقبول است. البته والله سما اولین بار است که همراه تو اینجا آمدیم. اولین بار یعنی اولین بار است که روزانه آمدیم. میفهمیدی؟ نه از کجا میفهمیدی؟ راست میگی از کجا میفهمیدی؟ یعنی ما دوستا همیشه از طرف شب میاییم، اما اولین بار است که از طرف روز آمدیم. به خدا اینجا برام بسیار عجیب معلوم میشه. راستی؟ یعنی هیچ وقت همراه کس دیگه نومدی؟ من میفهمم که تو یک گپ دور داده میخوایی کجا ببری و چی میخوایی بگویی. پرسان میکنی که همراه کسی بودم یا نه؟ نه هیچ وقت نبودیم. هیچ وقت؟ هیچ وقت. کامران؟ کامران به ما گفت دوران مکتب صدیق عاشق ما بودن. چی شده؟ توی کامران چرا خنده داری؟ بله کامران برام گفت. توبه کامران ببی توبه. ده دوران مکتب کامران 3 سال از من که کلان بود. البته حالا هم 3 سال کلان است. 3 بلیس تفاوت قد داشتیم. یعنی یه قسم عجیب معلوم می شدیم. یعنی تو یک چیز نمیشه. حالی هم میگم اما چتیات است. یه قسم یک چیز نیستو نبوده. اما او برام گفت. پشتش نگرد کامران ابان. چطور است؟ هوای تازه این همه مرغا بیگکا مقبول است نه؟ بسیار. در خانه نیازی زندانی هستی، حالی آزاد هستی، از اونام نجات یافتی. راستیم خداوند از همگیتان راضی باشه. البته که باشه، البته که باشه. یک چیزم میپرسم سما، مثل تو یک دختر خوب چطور به دست اون افتاد؟ تقدیر وقتش که رسید باز برات میگم. یک چیز که عقلم باور کرده نمیتونه، قسمی که باور نمیتونم چطور اینجا آمدم. یک چیز مثل امی حکمت خداوند. اوف چی شده؟ امی گپ آخر خونه میگفتی. چرا چی شده؟ مرا صدا کردین؟ بی به این خاطر این گوشتکی تو مدادار پخته کرده. ما هم بسیار گشنه شدیم. فکر میکنم وقت خوردنش است. خورده نخو میخورم. سما یک گپ برام بگو، تو مادر داری؟ روز بخیر. کاکاوسنو هیچ نشی، سلطان مادر تو را کار داشت گفت بیا. خیرتی هست؟ نمیفهمم، ماما گفت که عاجل بیایه. اتفاق خون افتادنی؟ نمیفهمم، ماما گفت که عاجل بیایه. در صورت من برم که چی گپ هست. درست هست، خداحافظتان. من رفتم دیگه. بخیر بری، بخیر بری کاکاوسنو. سلطان دختر. ها نیازی. کاکاوسنو را پیشت هم یال روان کرد. گوش کو چی میگم.
یوسفم که آمد فوراً پیش من روانش کن. درست است فهمیده شد. خوارک خوش آمدی. خوش آمدین. خوارک خنده. یادم در بیرون منتظرت است. درست است، متوجه باش من رفتم. خوار جانه. خوش آمدی دخترم، خوش آمدی. بیایید بفرمایید. آی دختر مقبوله. دختر مقبوله. بیایین بیشینین. بیایین این طرف بیشینین. حالا خواهر حالا. آی کل شب چهره نواسیم از پیش چشمم دور نشد به خدا. آی ازم یال دیوانه او شدیم. تو یک بار دیگه مرا برم نشان بده دختره. نشان میتم خاله دودو. تو به خاطر دیدن هر عکس تو به اینجا میایی؟ آی چی کنم؟ به خاطر نواسیم تحمل میکنم. نه به خاطر چی گفتم؟ ما یک عکسشو برات چاپ میکنم. هر بار که پشتش دق شدی کشیده سایلش کسی؟ خوار جان نه، مقصدش تو یک چیز نبوده. میخواست بگویه که وقتی که چاپ شد برات بته، هر وقت که خواستی طرف او بیبی. میخواست اتو بگویه خوارک قنده. با مو خاطر گفتم. خب کی؟ من حلش میکنم. کاموران خواهرم تو پیش دکتر دندان برو. او پرنتر داره. مکس ایمیل میکنم تام ده اونجا پرنتش کنه دوباره پس بیار. درست است؟ حالا ماشالله مثل آهو میدوه. با خدا کاموران زودتر از ایمیل میرسه. آیسته دختر. کامران خواهر باز میدوه. میدوه. جلال جانم، تو کاموران خواهر ما بان. ایره بگو که موضوعی کمال و هلال چی خواد شد. من چی بفهمم مایتنه. اوه ببینه به خاطر که ما با هم نرسیم چقدر موانع ایجاد میکنن. جلاله ما یک جای از اون موانع میگذریم. درست است؟ تو همراه هلال گپ زدی؟ گپ زدم. هلال کمی نرم شده، به کمال میل داره اما باید کمی اصرار کنه. چه قسم اصرار؟ تو همراه کمال گپ بزن فهمیدی؟ کمالم کمی پیش هلال اصرار کنه، هلالم برمیگرده. اما اینجا رفتار کمال مهم است. رفتار کمال خو مهم است، اما وقتی هلال نگفت قلب او بیچاره شکست. تو همراه کمال گپ بزن. درست است؟ اگه کمال و هلال عروسی کنن ما و تو اگه بیادرم کمال و عروسی میکرد خوب میشد، اما حالی از اونها گذشته. ما حالی غم خودم میخوریم. یک خانواده کلان شده عید و نوروز تجلیل میکنیم فهمیدی؟ آی جلال چقدر گپی خوب گفتی. به خدا دلم یک قسم شد. خدا کنه که این موضوع تا سال نو حل شود. خدا کنه. کامران ابا جمال بگی فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدم سلطان مادر، ایره بسیار خوب فهمیدم، اما نمیفهمم که تو چرا در این موضوع خدر اصرار میکنی. حالا امکان نداره که من همراه یوسف خویشاوند شوم. ایره حتی نمیتونم در خوابم تصور کنم. چی؟ یعنی تو کامران ابا جمال نمیگیری؟ گوش کن، حیوانات از پیشت میگیرم فهمیده شد؟ خوب است بگی، اگر میگیری بگیرش. بیاز از حیوانات خسته شده. بگی با حیوانات هر کاری میکنی بکن. دیگه برم نگوی که یکی از اولاد یوسف به اولادایم بگیرم. فهمیدی چی گفتم؟ مخصوصا کامورانه. تمام شد رفت. توبه، گفتم حیوانات میگیرم یا به درد نخورد. ابو روز بخیر. روز بخیر. کاکا یوسف خوش آمدی. روز بخیر خیریدار. خوش آمدی کاکا یوسف، اما هیچ نشی. سلطان مادر تو را خواستم. توبه چی شده؟ نمیفهمم، اما گفت که عاجل بیایه. درست است ما میرم ببینم که چی شده. چرا کاکا یوسف علتش نکنم. روز بخیر. خوش آمدی. نیازی ما و گل با چند تا کارگر ضرورت داریم. تو پیداشان کو و روانشان کو. درست است، روان میکنم بیادر جان. درست است، زنده باشی. روز بخیر. روز بخیر. به خدا حافظ. بفرمایین قریه‌داری قریه گزلکوی. نیازی گپ میزنه. نیازی؟ یوسف هنوز نامده؟ ما میخواستم امیال به تو زنگ بزنم. راست است که گفتن دل به دل را داره. راست میگنم اتور است. همیال برات روانش کردم سلطان دختر. خوب است پس قد کو. روان کو. حالا قد کو.
وای کم بود که بافتم. چی شدید؟ کان چی شده؟ من بسیار کار بد کردم کامران. خدا هرگز بخشیده نمیتونم. توبه نه که دندان جوره کدام کسی را کشیدی کان؟ میگم کامرانه به جمال بته قبول نمی کنی؟ ولی چی بگویم سلطان مادر؟ ایره به ما بگو که تو چرا اینقدر به این موضوع اصرار میکنی ها؟ خویشاوند شدن ما و حسنو امکان نداره. ایره خو تصورم کرده نمیتونم. زمینا را ازت میگیرم. زمینا را میگیری؟ خب بگی. بیازو نیم زمینا را وکان دادی، زمینای باقی ماندارم بگی. بیازو از زمینایت خسته شدم، میگی هر کاری که میکنی بکو. اما اوشکنی نگویی که به بچه های حسنو دختر بتم، مخصوصا جمال خو هیچ نگو. خداحافظ سلطان مادر. توبه اینا گپ یک دیگه خدا نگفتن. میگم زمینا را میگیرم یا فایده نکرد. از من نمیترسن. باید یک چاره دیگه پیدا کنم. اما چی ها؟ راستش گل اینجا آمده بود. بعدن با هم کم جنجال کردم و من احساساتم کنترل کردن نتونستم و او را از اینجا کشید. توبه میفهمی بسیار احساس خراب دارم کامران. چرا گله کشیدی؟ خب همیشه یک موضوع است. مچم عکس روزنامه، مچم جمال و از این گپای ناق. آی تو باید فوراً همراه گل آشتی کنی. چطور؟ تو برم بگو قصه کن. نه به خدا هیچ به وضعیت نیستم که چیز بگویم، مخصوصا به تو. نه برم بگو. عقل من در دیگه موضوعات کار نمیکنه، اما این موضوعات خوب میفهمم. تو برم قصه کن. چی شده؟ روز بخیر. باز آمدی، جور رفتی، بخیر رسی. خوش آمدی. حسنوی کل، تو عجب آدمی هستی. چی گپ است؟ وقتی که عکسای گل در روزنامه برآمد فکر کردی که بچه جمال به زن میمانه، مستقیم پیش سلطان مادر رفتی، دست همراهی او یکی کده کتابچه گذشته رو دوباره باز کردی ها؟ راستش به خاطر که کامران در خانه مانده تو با سلطان مادر دست یکی کردی و کتابچه گذشته رو باز کردی. این قسم امکان نداره. بچه تو جمال هنوزم همراهی دختر نامزاددار چکر میزنه. بعد است او از حد گذشته آدم همراهی دختر نامزاددار چکر میزنه. ایره ببی کی آمده ببی؟ او کی است بچه؟ بچه هست دیگه کی باشه؟ نکل ای بچه من است. نه پدر خودم هستم. ای بابا ای چی وضعیت هست؟ زیاد مقبول شدیم نه؟ فراغم شو. بسیار زیاد مقبول شدی ها. اما وقتی ملاقاتت کردم وقت بیخی مقبول میشی. پدر چی میکنی؟ خوش احمد پدر بزنش پدر چی میکنی؟ بزنه. بله راه حل گپایی که تو گفتی ای است. بیبی راه برگرداندن یک خانم چی است؟ باید بخیلی او را بیاری. درست است اما من در این قریه با کی بوده بخیلی او را بیارم؟ من خواستم نه؟ چطور یعنی؟ چی بفهمم؟ کدام آهنگ یک چیز باندگه آهسته آهسته با هم رقص میکنیم. باز بیبی که چطور پس میایه؟ رقص؟ بسیار خوب اما گله چطور اینجا بیاره؟ آها خب البته اورم تو باید بخوایی، اما قسمه که نفهمد تو خواستیش. درست است تو به نهال زنگ بزن. دیگرایش معبرت میگم. زنگ بزن دیگه حالا. نهال؟ وای خدای من این دروازه بازم باز مونده. توبه درست است وانش که خراب نشه. بستش کردم بسته
باش ببینم کیه. بله کن جان. بله نهال، من بازم به کمک تو ضرورت دارم. یعنی گل باید به معاینه خانه بیایه، اما نباید بفهمه که ما او را خواستم. حالا به نظر چطور کنه؟ ها البته که کمک میکنم. درست است جانم. این خو آسان است. چرا ایشا نپرس نهال، بعدا باز برات میگم. درست است کان جان. تو با مبانش محلش میسازم. درست است. ای و ای کل اینا باید برده شود دوستا. کلش؟ بله. به خدا باید کلش برده شود. در فکر چی از گل؟ وقت بردن میبینی. درست است. زنگ است. پس ما آیسته شروع. بله خواهر. ها گل جان عزیزم، من زیاد دندانم درد میکنم، از درد میمرم. پیش کان میرم، حالا تو هم پیشم بیا. درست است؟ حال کار دارم خواهر جان. اما میفهمی که زیاد میترسم گل جان. اوف خواهر اوف. درست است، پس منتظرم باش. چی شده گل؟ من باید جن پیش خواهرم برم. ما اینجا هستم. خدا حافظ. درست است. با شما وقت خوش. ببرین داخل لطفا آیسا. کاکا یوسف اینقدر تشویش نکن، فشارت باز بالا میره. چطور تشویش نکنه؟ بیادر حق داره تشویش کنه. کمالا ندیدین؟ فقط که لباسای خواه پوشیده بود. چی میگم آقا اسنو؟ لباس خو چی از دوستم؟ لباس خو از دیگه. شما به اون لباس خو نمیگین، خی چی میگین؟ نه لباس خو نمیگیم. نه اما تو لباس خو معلوم میشده و دیدی که مویای خودم مثل کسایی که تو میکنن بسته کده بود. ها مثل آوازخانه میخی مثل دخترها شده بود. چی گپ ازو؟ چی گپ شد؟ ببین که چی شده. والا خبرت گفتم قدر تشویش نکو بیادر، نفهمیدی؟ ما باید برم پیش دکتر. برو عجله کن. برو زود باش. برو بچیش ندیدی؟ مویای خودم مثل دخترها بسته کده بود. پدر بیچاره شما تشویش دندانش یکی شد. هر کاری من میکنم تو اما تو درست است. رقص با ما درست است. گل اینجا چیه پس؟ رقص میکنم. او هم چی یک رقصه؟ رقص مثل پروانه ها. مانده نباشین. حال چی شد؟ میشه دوباره برمیگرده. سرم اعتماد کو. گل وقت رفتن تو کرد. ای دیگه چی مانمته؟ دکتر دندان کجاست؟ در بالا. خوب است. دکتر صاحب ببین که دندان من چی شده. یک بار ببین بسیار درد دارد. اینجا چی گپ است؟ پدر؟ من تو رو میکشم. آقا یوسف ببینیم براتون تازه میتونم. نخیر قسمی که فکر میکنه نوتو نیست. الهی که دکتر الهی که گمشه. خواهش میکنم آرام باشه. الهی که آقا یوسف خیرتیست نیازی. باز چی اعلان میتی؟ در قریه پولی ما دزد زیتون پیدا شده. گفتم قبل از اینکه دزد در قریه ما بیایه یک اعلان بتم که مردم متوجه باشن. کاکا اسنو یک دفعه ببین که ایلای نظیر چی کده. دوستا هر سال دزدی بس است دیگه. بلیاز خدا چقدر دوزی میکنن. گناه مردم چی است دوستم؟ وقتی که یک انسان خودش خوب باشه همه گیر اما تو فکر میکنه با اونو خانه میته.
البته جانم. او دوستا این مردم بیخی شیطان موری آدم بازی میتونه. توجه اطلاعیه قریه‌دار قریه گزلکوی به تمام اهالی به خاطر که فصل جمع کردن زیتون رسیده در قریه پولو زیتون دزدی شده. باید از طرف شب نگهبان زیتون باشین. همگی باید خبر باشن که از جایی که زیتون جمع کردن اونجا نگهبانی کنین. بعضی اشخاص پست و فریبکار هستن که به بهانه‌ای که اونا از طرف فابریکه زیتون آمدن زیتون شما را جمع میکنن و به فابریکه انتقال میتن و پول شما را نمیتن. با تمام اهالی قریه هشدار میدیم. ببینین مردم، حداقل امسال فریبشون رو نخورید، هوشیار باشین. خوب است، بسیار خوب شد. خیلی زنده باشی نیازی. آفرینت، بسیار خوب شد. خوب شد. آفرینت بچه خوب شد. شاباس. قریه‌دار گزلکوی گپ میزنه. نیازی بفرمایید. نیازی گوش کن، حسنو هنوز نامده؟ اینجاست. او را فوراً پیشم روان کن. یک پیشنهاد دیگه دارم. درست است. چی شده؟ سلطان مادر تو را خواسته، گفت یک پیشنهاد دیگه برش دارم، زود اونجا بیاید. خوب گوش کن حسنو، اگر کامورانه به جمال بگیری برات تو یک پیشنهاد دارم که چشمایت از جایش خواد برآمد. بگو پیشنهاد چی است؟ موسومه سلسله دار، دانه دامن پیده دار، دانه آستی دکمه دار، موسومه امیر رمضان. S Production